تمامی روغن موتورهایی که ما استفاده می‌کنیم جز این سه نمونه روغن هستن. روغن موتور مینرال یا همون به طور مثال میتونیم به روغن موتور بهران تک‌تاز پریمیوم 250 اشاره کنیم که از نفت خام تولید شده و با کارایی 3000 کیلومتر تا 5000 کیلومتر ما میتونیم رانندگی کنیم با این روغن موتور. قیمت نسبتاً پایین‌تری داره نسبت به روغن موتورهای نیمه سنتتیک و فول سنتتیک و مخصوص موتورهای کربراتدار هست و خودروهایی که نسبتاً حساسیت کمتری رو دارن. روغن موتور نیمه سنتتیک روغن موتوریه که به طور مثال روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 1040 یک روغن موتور نیمه سنتتیکه که محافظت بیشتری داره نسبت به روغن موتور مینرال و کارایی بالاتری داره نسبت به روغن موتور مینرال. مورد سوم روغن موتور تمام سنتتیکه که میتونیم روغن موتور بهران سوپر رانای 5C رو اشاره کنیم بهش. یک روغن فول سنتتیکه که در محیط آزمایشگاهی تولید شده و با کارایی بالاتری نسبت به روغن موتور نیمه سنتتیک و مینرال هست. میتونیم استفاده کنیم از این روغن موتور و قیمت بالاتری داره نسبت به روغن مینرال و نیمه سنتتیک. برای خرید روغن موتور به قیمت عمده به سایت شایان اویل داتایار مراجعه کنید.